مقام تاجیکستان در شاخص آزادی‌های اقتصادی که 178 کشور دنیا را در بر گرفته از سوی The Heritage Foundation و یا بنیاد میراث تهیه می شود در جای 149 است. بنابر ارزیابی کارشناسان این بنیاد، تاجیکستان شامل کشورهای اقتصادشان اساساً غیر آزاد است. مؤلفان این رده‌بندی هنگام تهیه آن اساساً 10 عامل را به عنوان می‌گیرند: حقوق و مالکیت، آزادی انتخاب مهنت، آزادی مالیوی و تجارتی از جمله چینک‌هایی است که کارشناسان بنیاد میراث در تکیه به آن کشورها را از روی آزادی‌های اقتصادیشان بهاگذاری می‌کنند. اما در برنامه امروز ما با کمک کارشناسان تصمیم گرفتیم که یک زمره محدودیت‌های اقتصادی را در تاجیکستان نامبر کنیم که در صورت از بین بردنشان آزادی‌های اقتصادی شهروندان بیشتر شده به دولت زیان نمی‌رسد. رده‌بندی ما را مشکل نهایت گران بودن فائزهای بانکی آغاز بخشید. میزان میانه بهره قرض‌های بانکی در تاجیکستان با پول ملی به اطلاع بانک ملی به بیش از 26% میرسد. در برخی از تشکیلات‌های قرضی باشد مشتریان زیر 40 فائز سالانه نیز قرض میگیرند. بهره نهایت بالای قرض‌های بانکی پیشبرد فعالیت صاحبکاری را در کشور نهایت دشوار و به عباره برخی از صاحبکاران قریب غیر ممکن کرده است. تاجیکستان از جهت گرانی قرض‌های بانکی در میان کشورهای آسیای میانه در جای اول می ایستد. بیوروکراتیا و کاغذبازی نیز یکی از محدودیت‌های جدی اقتصادی در تاجیکستان نامبر می شود که مانع رشد صاحبکاری و خاصتا صاحبکاری استحصالی شده است. هرچند حداقل در 5 سال اخیر طلبات نسبت شروع فعالیت صاحبکاری شمار فعالیت‌های مجوزناک به مراتب کمتر شد، اما همانا این مشکل عمده تاجیکستان باقی میماند. مثال روشنی برخورد بیزنس با بیوروکراتیا قضیه صاحبکار محمود جان مقیمov است که میخواهد صابون استحصال کند، اما مقامات از او یک بسته حجت ها طلب کردند که کار او را دچار بنبست کرده است. حجت گذاری ما بگیم بین همین زمین و آسمان به جواب موند. حل همین مشکلی همین حجت گذاری را یا خیلی کنن که آسان کنن که هم من فایده هم دولت فایده ببینه. برای چی؟ برای که اگر ما هر یک قدم ایرا ما حجت گذاری کنم، زور من، قوت من نمیرسه به همین کار. برای که حساب کنی اگر هر یک قدم ایرا تخصلو کنی، هر قدم ایرا برای گستاندار نه گینسل میگن، گینسل پیشنهاد کنی، گینسل هر قدم ایرا ای لابراتوریش گذارونه، هر یک نمودشه. به هر یک نمودی زوری من نمیرسه. کمبود نیروی برق در فصل زمستان نیز یکی از محدودیت‌های جدی اقتصادی نام برده می شود. نارسایی نیروی برق در فصل‌های سرد سال در مناطق دهاتی تاجیکستان که بخشی اعظم اهالی کشور و یا 70% آن در آن به سر میبرند، امکانیت فعالیت بسیاری از کاسبان، صاحبکاران و کارخانه‌های خرد و میانه را برای پیشبرد کارشان محدود می‌کند. محدودیت انتقال برق در تاجیکستان قریب تا 6 ماه ادامه می‌کند که به پیشبرد اکثر فعالیت‌ها ضربه می‌زند. اما کمبود نیروی برق برای نپرداختن انداز امتیاز نمی‌دهد و ناظران انداز در ستانیدن آن هیچگاه کم نمی‌آیند. تاجیکستان سال‌هاست برای حل این مشکلش تلاش دارد و رفع پوره آن را به ساختمان پوره نیروگاه برق آبی راغون پیوند می‌دهد که سنه انجام ساختمان آن هنوز نامعلوم است. هیچ یکی از منصبداران بلندپایه دولتی نیست تا هنوز مشخصا نگفتند که کی در تاجیکستان لیمیت برق به پورگی از بین می رود. قانونگذاری تاجیکستان یک محدودیت بوالعجب را در نسبت زنبور پروران جاری کرده است که در صورت اجرایش زحمت به این هم سنگین آنها را می تواند دوچند کند. یک ماده قانون تاجیکستان درباره زنبور اصل پروری زنبور پروران را عهدهدار کرده است که در مورد مکان جایگیرشوی قوطی‌های زنبورشان به مقامات محلی معلومات داده، همچنین شناسنامه بیتاری و سریعتری تلشک زنبور را پیشنهاد کنند. اما طوری به نظر می رسد سختگیری این قانون مثل برخی دیگر قانون‌های تاجیکستان با حتمی نبودن اجرا شدنشان جبران می شود. و بالاخره در تاجیکستان صاحبان ماشین‌های خصوصی حق ندارند در تنه آن یگان نوع رکلام و یا ترغیبات را نصب کنند. چسباندن رکلام و ترغیبات تنها به ماشین‌های مربوط به شخصان حقوقی و یا شرکت‌ها اجازه داده شده است. منطق از این محدودیت برای ساکنان چندان فهمان نیست، اما نتیجه این محدودیت آن شد که برخی از راننده‌های نقلیات خصوصی که بر عوض نصب رکلام شرکت‌های فروش نفت از آنها یک مقدار رایگان سوزشواری می‌گرفتند محروم ماندند. شما باز با محدودیت واخورده‌اید که موجود بودن آن را ضرور نمی‌دانید، پس با ما در میان گذارید. آدرس ایمیل ما ashraf@referral.org